سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 25 ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. عیبدار کننده از دادگاه برای ژورنالیست خورشید فوزلوف 7.5 سال زندان را طلب کرده است. دعوت سفیر روسیه به وزارت در رابطه با لاتوکوب 100 دانشجوی تاجیک و ادامه ریدها به ضد مهاجران تاجیک. یک پدر جاهل در نویه جامی زن و دختر خودش را چند کور زده است. شهروندان تاجیک را از نام گازپروم به مبلغ میلیون ها سومانی فریب دادند. استاد صحنه تاجیک سبوت قاسم از عالم چشم پوشید. و اکنون تفصیلات خبرها. موج فشار تعقیب شهروندان تاجیکستان در شهرهای گوناگون روسیه مایه نگرانی مقامات دوشنبه شده است. از جمله وزارت خارجه تاجیکستان در یک اقدام در روابط دوشنبه و مسکو کم سابقه سفیر روسیه در تاجیکستان سیمیون گریگوریف را در رابطه با مناسبت بیرحمانه نسبت به بیش از 100 دانشجوی تاجیک در دانشگاه دولتی کامسامولسکی لب امور به وزارت دعوت کرده تاکید کرده است که چنین حادثه‌ها بر روی مناسبت‌های شریکی استراتژیکی و اتفاقی تاجیکستان و روسیه مناسب نبوده میتواند به تلاش‌های جانب‌ها برای رشد منبعده همکاری‌ها در ساحه معارف زیان رساند. در زبان دیپلماتی معمولا سفیر یک کشور را در صورت خیلی ناراضی بودن طرف میزبان از عملهای این سفارت یا دولت که آن نمایندگی میکند به وزارت دعوت میکنند. البته وزارت خارجه تاجیکستان در اطلاعیه رسمیش دعوت سفیر روسیه را به وزارت تنها و آخرین امیده خبر داده است که ضمن ملاقات با توجه سفیر نگرانی جانب تاجیکستان از معلومات وارد شده درباره به بهانه گوناگون به طور عمومی بازداشت گردیدن شهروندان جمهوری تاجیکستان در قلمرو فدراسیون روسیه رسانیده شده، همزمان ضرورت واکنش یکجایه به مشکلات جای داشته و پیدا شونده در سمت مهاجرت و اهمیت اندیشیدن عملهای هماهنگ شده در تهیه تدبیرهای امکان‌پذیر مشترک قید کرده شد. وزارت خارجه تاجیکستان افزوده است که در هفته ملاقات اینچنین حادثه صبح 19 می در خوابگاه رقم 3 مؤسسه تحصیلات عالی بودجتی فدرالی دولتی دانشگاه دولتی کامسامولسکی لب امور منطقه خباروفسکی در فدراسیون روسیه به وقوع آمده که ضمن آن زیاده از 100 دانشجوی تاجیک در این دانشگاه مذکور از جانب مقامات حفظ حقوق روسیه مورد بازپرسی و مناسبت بیرحمانه قرار داده شدند. مفصل بررسی گردیده تاکید کرده شد که چنین حادثه‌ها بر روی مناسبت‌های استراتژیکی و اتفاقی تاجیکستان و روسیه مناسب نبوده میتواند به تلاش‌های جانب‌ها برای رشد منبعده همکاری‌ها در ساحه معارف زیان رساند. اداره وکالتدار حقوق انسان تاجیکستان نیز روز 24 می خبر داد که رهبر این اداره امید بابازاده به حادثه لاتوکوب دانشجویان تاجیک در شهرک کامسامول لب امور روسیه فوراً واکنش نشان داده به همکار روسش تاتیانا مسکالکووا درخواست ارسال نمود. در مراجعه امبودسمن تاجیک به همتای روسش از جمله آمده است از اطلاع واسطه‌های اخبار عامه و شبکه‌های اجتماعی به ما معلوم گردید که صبح بر وقت 19 می امسال کارمندان اتریاد میلیشه تعینات مخصوص یا امان در یک جایگاه با خدمات فدرالی امنیت و فسب به خوابگاه دانشجویان آمده دوربین‌های نظارتی را خاموش نموده دانشجویان را که یگان عمل غیر قانونی صادر نکردند بیرحمانه لاتوکوب نموده حجت‌ها و تلفن‌های آنها را مصادره نمودند. در نتیجه لاتوکوب بیرحمانه یکچند دانشجوی تاجیک جراحت وزنین برداشتند که به جراحی نیاز دارند. امید بابازاده از همتای روسش تاتیانا مسکالکووا تقاضا کرده است که جهت معین نمودن سبب‌های دست به عمل غیر قانونی زدن کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر کامسامول لب امور نسبت به دانشجویان تاجیک دانشگاه این شهر دخالت نماید و به تفتیش خالصانه حادثه مذکور مساعدت نماید. ماموریت دانشگاه شهر کامسامول لب امور سبب رید صبح 19 می آمان در خوابگاه این دانشگاه را جستجوی دانشجوی تاجیک نامید که گویا به کدام سازمان تروریستی پول گذرانیده باشد، ولی ظاهرا این تنها یک بهانه بافته برای انجام رید بود، زیرا ماموریت دانشگاه اعتراف کرد که این فرضیه
پولگذرانی تصدیق نشد و اما دانشجویان توجک دانشگاه شهر کمسموز که شکایت دارند که نیروهای امن و فسب در خوابگاه تنها دانشجویان توجک را شکار میکردند و آنها را شدیداً لطکوب کرده، سپس در رو رفت قطار کردند و تنها بعد این از آنها اجرت پرسیدند. همین طور مهاجران توجک از شهرک کتیل که در کنار شهر مسکو شکایت دارند که چند روز باز در شهرک رید امن ادامه دارد و تمام روز حدود 400 توجک را دستگیر کردند. گفته می شود که گویا یک گروه ساکنان کتیل که به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره حضور به عقیده آنها بیش از حد توجک‌ها در این شهرک شکایت کردند و از بعد همین شکایت نیروهای پلیس و امن بالای سر توجک‌ها در کتیلنیکی فرو ریختند. توجک‌های مقیم کتیلنیکی حتی آنهایی که شهروندی روسیه را دارند میگویند از طرز تعقیب از خانه‌هایشان بیرون نمیبرایند و همه آشخانه‌های مربوط به توجکان از جمله امینه، دیدار و راحت بسته شدند. برخی ناظران امور تخمین میزنند که این موج نوی تعقیبات فشار نسبت به مهاجران توجک در روسیه میتواند به نتیجه های نشست یکم سران خطای و آسیای مرکزی در شهر سیان ربط داشته باشد که خطای در آن نشست به کشورهای آسیای مرکزی وعده قریب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری داده عملا خود را به این دولت‌ها حتی از روسیه هم نزدیکتر ساخت. ظاهرا روسیه که به سبب در باطلاق جنگ اوکراین در ماندنش خیلی ضعیف شده است و دیگر توان گرفتن پیش روی خطای را در کشورهای آسیای مرکزی ندارد. برای فشار رساندن به حکومت‌های این منطقه که اون را حوله درونی خود و قلمرو نفوذ تاریخیش می‌شمارد، یعنی قرطه مهاجران کاری استفاده می‌برد. عیبدار کننده دولتی از دادگاه شهر پنجکند برای ژورنالیست خورشید فاضلوف 7.5 سال زندان را طلب کرده است. مرافعه پرونده این ژورنالیست تحت ریاست رئیس دادگاه پنجکند روز 25 می در بازداشتگاه شهر خوجند آغاز یافت. مرافعه پرونده ژورنالیست که 6 مارس در حبس قرار دارد و به همکاری با سازمان‌های ممنوع عیبدار می‌شود، روز 26 می در همین جا ادامه می‌یابد. از خورشید فاضلوف دو وکیل مدافع دلفروز سمدووا و انور باباخانوف حمایت می‌کنند. انور باباخانوف در دادگاه اتهام ضد خورشید فاضلوف را بی اساس و نفر تحت حمایتش را بیگناه نامیده خواستار آزاد کردن او از تالار مرافعه شده است. خوشبخت فاضلوف برادر خورشید فاضلوف به رادیوی آزادی گفت پس از طلب دادستان و سخنرانی وکیل مدافع بحث به میان آمده او و مادرش را پس از 2 ساعت انتظاری به مکان مرافعه راه دادند. سودیا پرسید که خورشید واقعا روزنامه‌نگاری میکرد یا نه. گفتم عضو اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان است و در تلویزیون محلی کار میکرد. مسئول سامانه بخش اداره آب و هوا در نویه است. گپ‌های ما را ثبت کردند، نقل کرده است خوشبخت فاضلوف. از عزیزه نومانووا مادر روزنامه‌نگار پرسیدند که آیا خورشید فاضلوف او را نگاهبین میکرد یا نه. سوال دادند که کمک مالی میکند. گفتم فرزندم را با نان حلال کلان کردم که در این روزها دستم را گیرد. با تهمت او را به اینجا آوردند. سخت در تشویشم، گفت امینه نومانووا. خورشید فاضلوف روز 6 مارس سال 2023 از جانب کارمندان شعبه کمیته امنیت ملی در شهر پنجکند دستگیر شد. ابتدا او با جرم گویا اطاعت نکردن به امر کارمندان امنیت به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم شد و سپس با اتهام همکاری با سازمان‌های ممنوع به ضدش پرونده جنایتی گشوده او را به بازداشتگاه خوجند فرستادند. ریاست امنیت ولایت سوخت تحقیق پرونده خورشید فاضلوف را روز 2 می به پایان رساند. به ضد خورشید فاضلوف بر اساس یک بند کودکس جنایتی تاجیکستان ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کودکس جنایتی همکاری با حزب و حرکت‌های فعالیتشان در تاجیکستان ممنوع عیب اعلام شده است. به او بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. در یک سال آخر خورشید فاضلوف علاقه پنجمین ژورنالیست تاجیک است که با اتهام شبهه آوری همکاری با سازمان‌های ممنوع به پس پنجره کشیده می‌شود. در تابستان سال 2022 با این اتهام ژورنالیستان مستقل تاجیک دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، ذوقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده دستگیر شدند. دلیر امامعلی به 10 سال، غربتی به 7 سال و 6 ماه و 2 دیگر به 7 سال زندان محکوم گردیدند. حامیان حقوق پرونده های ضد این 5 خبرنگار تاجیک و همچنین حکمای طولانی ژورنالیستان و بلاگرهای زاده بدخشان را 3 و انتقام برای فعالیت کسبی ژورنالیستی و بلاگریشان میدانند.
و آزادی آنها را طلب دارند. از جمله 5 سازمان بین المللی حامی حقوق روز 24 مارس در اظهارات مشترک خود این موردها را بخشی از سرکوب دیگراندیشی در تاجیکستان عنوان کرده از حکومت تاجیکستان طلب کردند که ژورنالیست و حامی حقوق خورشید فوزلوف را بلافاصله آزاد و تعقیب ژورنالیستیک مستقل را بحث کنند. دوشنبه تا به این دعوت‌ها یگان پاسخ نداده است. تاجیکستان امسال در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات از جمله به دلیل حبس ژورنالیستان و بلاگرها باز یک زینه پایان‌تر رفت و در بین 180 کشور در زینه 151 قرار گرفت. داستان کل تاجیکستان روز 25 مای سال 2023 در یک اطلاع ویژه از آشکار شدن حالت‌های به مبلغ میلیون‌ها سوم فریب دادن شهروندان جمهوری از نام شرکت روسی گازپروم خبر داد. داستانی گفت قلابان در بانک دوشنبه سیتی حساب گشوده با رکلامه‌های بر دروغ و وعده فایز و فایده بلند از نام شرکت گازپروم شهروندان را به دام یافتاندند و شهروندان به این قلابان باور کرده پولهای خود را به حساب‌های بانکی این قلابان می‌گذرانیدند و در نهایت ضرر دیدند. چنانچه 5 نوامبر سال 2022 شهروند راسگلدیف با استفاده از تلفن موبیلیش در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی با رکلام بر دروغ از نام شرکت گازپروم فدراسیون روسیه اوید به دست آوردن از 10 تا 20% فایده برای خریداری نمودن برای خریداری نمودن سهمیه و اشتراک در بیرژه جهانی شناخته شده است. نامبرده به این رکلام بر دروغ خلابان باور کرده با مقصد به دست آوردن فایده مفت طبق شرط‌های پیشنهاد نموده شخصان نامعلوم به طریق مجازی به واسطه برنامه اجتماعی تلگرام از ماه نوامبر سال 2022 تا ماه ژانویه سال 2023 در مجموع 868500 سومونی را به همیان بانکی دوشنبه سیتی به رقم +992 771 112 524 که به نام شهروند اوکراین پراکاپنکا لیودمیلا به قید گرفته شده است انتقال داده است. در نتیجه شهروند راسگلدیف به دام قلابان افتیده به مقدار مخصوصا کلان ضرر مادی دیده است. اینچنین در نتیجه سنجش پروکوروری و طبق معلومات بانکی معلوم کردید که تنها در دوره ذکر شده به صورت حساب بانکی مذکور زیاده از 5.2 میلیون سومانی مبلغ‌های گران گذرانده شده در گردش قرار داشتند. داستانی کل 6 فوریه سال 2023 وابسته به حالت مذکور با اتهام قلابی به مقدار مخصوصا کلان با ماده 247 قسم 4 بند به کد جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و از روی تابعیت برای پیشبرد تفتیش پیشکی برای وسیله تفتیشات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ارسال نمود. همزمان با مقصد پیشگیری قلابی در اساس امر پروکورور استفاده بری سیم کارت بالا ذکر که به نام شهروند اوکراین پراکاپنکا لیودمیلا به قید گرفته شده به رقم اون در بانک دوشنبه سیتی همیون و صورت حساب گشوده شده است فورا قطع کرده شد. مثال دیگر این که 9 فوریه سال 2023 با تلفن موبیلی شهروند سوبروف شخصان نامعلوم زنگ زده خود را همچون نماینده شرکت گازپروم فدراسیون روسیه ابرام و ویکتور معرفی نموده تکلیف نموده است که برای به دست آوردن درآمد مفت در برنامه مخصوص شرکت نام برده به نام تریدینگ پلتفرم در اینترنت معلومات شخصیش را به قید گرفته همه شرط‌های پیشنهاد نموده برنامه مذکور را اجرا نماید. شهروند سوبروف به این وعده‌های بر دروغ باور کرده با مقصد گرفتن فایده مفت خود را در برنامه بالا ذکر به قید گرفته طبق شرط‌های پیشنهاد گردیده معلومات شناسنامه‌ای پشت الکترونی و رقم تلفنش را به قید گذاشته با مصلحت شخصان نامعلوم که گویا کارمندان شرکت نامبرده میباشند از 16 تا 30 مارس سال 2023 در صورت حساب‌های پیشنهاد نموده قلابان در بانک دوشنبه سیتی به مبلغ 89700 سومونی را پرداخت نموده است. شخصان نامعلوم که برای قلابی معلومات شخصی سوبروف را به دست آورده و خود او بیخبر به نامش در پلتفرم سرمایه‌گذاری بیننس در اینترنت حساب گشوده برای قلابی مبلغ پولی از او به دست آورده را برای خریداری کریپتووالیوتا استفاده برده به سوبروف به مقدار مخصوصا کلان ضرر مادی رسانیدند. داستانی کل 6 مای سال 2023 در پی سنجش با اتهام قلابی
و به مقدار مخصوصا کلان با ماده 247 قسم 4 بند به کد جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایی آغاز کرده از روی تابعیت برای پیشبرد تفتیش پیشکی بر ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ارسال نمود که الحال تفتیشات ادامه دارد. با مقصد پیشگیری صادرشوی این گونه جنایت‌های قلابی دولت‌های کل شهروندان خواسته است که با چنین رکلام و برنامه‌های بر دروغ قلابان در شبکه‌های اجتماعی و صحیفه‌های اینترنتی باور نکرده شرط و طلبات‌های بی اساس و غیر قانونی آنها را عاید به دادن معلومات‌های شخصی به قیدگیری در هر گونه برنامه‌های اینترنتی و پرداخت مبلغ‌های پولی اجرا نکرده از افتادن به دام شخصان جنایت پیشه و قلابی احتیاط کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. سبات قاسمووا هنرمند شورتیار تئاتر تاجیک، هنرپیشه مردمی تاجیکستان، همسر اساسگذار تئاتر اهورون زندیات فروخی قاسم و خواهر آوازخوان آوازدار ولی جوان مرگ مقدس نبی و روز 24 ماه سال 2023 در سن 72 همگی چند روز قبل از سالگرد 50م ازدواجش با فروخ قاسم از عالم چشم پوشید. سبات قاسمووا 19 نوامبر سال 1951 در دهه وطن نویای فرخور به دنیا آمده. سال 1973 شعبه اکتیوری دانشکده سند تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1973 1989 1999 2002 هنرپیشه تئاتر دولتی اکادمی درامای به نام لاوتی، از سال 1990 هنرپیشه تئاتر اهورون و چندین سال رهبر بدیعی این تئاتر نامدار بود. سبات قاسمووا با فروخی قاسم 5 سال در دانشکده یک جای خونده و بعد سپردن همه امتحانهای دولتی 29 ماه سال 1973 ازدواج کردند. فروخی قاسم که نام خود را با تئاتر اهورون و نمایش‌های در این تئاتر به صحنه گذاشته‌اش نقش تاریخ فرهنگ تاجیک کرد. سال 2010 بعد بیماری طولانی در سن 62 وفات کرد. از بهترین نقش‌های آفریده سبات قاسمووا در تئاتر لاهوتی میتوان ادیبه، انتخاب داماد حاج صادق، حبیبه، علامه ادهم و دیگران ساطع بلوغزاده، شرف، کاروان بخت میرسید میرشکر و غیره را نام برد. اما هنر او به ویژه در تئاتر اهورون جلوه کرد. سبات قاسمووا در این تئاتر نقشه‌های زلیخا، یوسف گمشده جامی، کاردیلیا، شاه لیر شکسپیر، شیرین کور، شاه فریدون فردوسی و چندین نقش دیگری را با مهارت بلند بازی کرده است. او همچنین در زیاده از 100 نمایش و اسپکتاکل تلویزیونی نقش اجرا کرده است. سبات قاسمووا در هیئت تئاتر اهورون به ایران، روسیه، بلژیک، پولشا، گالندیا، فرانسه و چندین کشورهای دیگر سفرهای هنری کرده است. سبات قاسمووا برنده جایزه جشنواره جوانی تئاترها در گرجستان، برنده جایزه برای بهترین نقش زن در آزمون تئاترهای جوانان و نورسان آسیای میانه و قزاقستان، در تاشکند آزمون‌های بین المللی نوروز 90 توگیلک در شهر اوفا، دهه فرج در ایران و جشنواره آسیای میانه در بلژیک بود. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حالت سوءقصد به کشتار زن و فرزند از جانب پدر جاهل خبر داد. بنا به اطلاع رسمی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 36 ساله ساکن جامی با گمان سوءقصد آدمکشی دستگیر کرده شد. نام برده 24 ماه سال 2023 تخمینا ساعت 14:30 در منزل استقامتیش از سبب مناقشه به میان آمده با کارد آشخانگی در دستش بوده 2 مرتبه به بدن همسرش زن 36 ساله ساکن همان جا زده. باز با این قناعت نکرده با کارد با عضوهای مهم بدن دختر نابالغ 12 سالش یک چند مرتبه زده است. در نتیجه همسر و دختر نابالغش جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در شعبه احیاگری بیمارخانه بستری گردیدند. گفته می شود در اطلاعیه وزارت کارهای داخلی درباره این حادثه و سبب‌های قصد جان زن و فرزند خودش کردن این مرد جاهل تفصیلات دیگر نداده، تنها گفته است که عاید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر از تاجیکستان درباره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک از جمله همسران از دست شوهرانشان خبرهای زیاد به دست می‌رسند. کشتار و قصد کشتار همسران از دست شوهران
طوری از نتیجه های تفتیشاتی برمی آید اساساً در زمینه رشک صورت می گیرند. کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 24 مای سال 2023 یک ساکن 17 ساله دهه تگ جر جماعت دیوت جانبخت نویه خوولینگ از ضرب رعد و برق در جای حادثه به هلاکت رسید. مرحوم در وقت بارانی‌های شدید و رعد و برق در چراگاه کویی مشغول چارواچرانی بوده است. بنا به گزارش دیگر کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده روز 24 مای سال 2023 تخمینا ساعت 17:00 در قلمرو دهه چلچشمه نویه فیض‌آباد زمین لغزید. 31 سرچارهای کلان هلاک گردید. در جای حادثه کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده فعالیت دارد و حجم ضرر رسیده را معاین می‌کند. گفته می‌شود بر اثر بارانی‌های پرشدت در قلمرو کشور آمدن سیل‌ها و یخ به قید گرفته شد. تلفات جانی نیست. چنانچه 20 مای سال 2023 ساعت 14:50 به وقت محلی در نتیجه باران پرشدت و ریزش ژوله در حدود دهه‌های چشمسار، تلا سالیوف و اوجر جماعت دیهات حسن حسین فنویه یووان سیل آمد. در نتیجه قطعه‌های نزد اولگی ساکنان و زراعت کشاورزی زیر آب ماند. همچنین در حدود شهرک یووان در کوچه اودینایف، کرو میرزایف و تقای مراد خوشوقتوف سیل به قطعه‌های نزد اولگی ساکنان ضرر رساند. برای راه اندازی کارهای برطرف سازی پیامدهای آفت طبیعی یک گروه کاری با سرور جانشین رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به جای حادثه اعزام شد. کارهای برطرف نمودن عاقبت‌های سیل آغاز شد. حجم ضرر رسیده معاین کرده می شود. 24 مای سال 2023 تخمینا ساعت 17:00 در حدود دهه شل و فرودگاه جماعت نصرت الله مقسوم نویه رشت باران‌های شدید سبب آمدن سیل شد. در نتیجه 5 کیلومتر راه ماشینگرد اهمیت جمهوریوی سر پول نواباد بسته شد. لوی و سنگ به 250 متر راه ضرر رسانده قطعه‌های زمین ساکنان و زراعت کشاورزی را زیر آب کرد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت آب و هوای نامساعد در تاجیکستان کمش تا 27 مای دوام می‌کند. 23 مای سال 2023 تخمینا ساعت 18:20 راننده اتومبیل تمغه تویوتا هایلوکس جورایف البک سنتولویویچ سال 1991 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر کولا به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیوت سیبستان نویه دنغره از روده دوره واسطه نقلیات نبر آمده در کنار چپ راه اتومبیل را چپ نموده است. در نتیجه مسافر اتومبیل مذکور سید بابوی و گل نورا سال 1962 ساکن شهر دوشنبه جراحت وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه تحقیقاتی ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 44 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده شب 23 و 24 مای سال 2023 تخمینا ساعت 0:30 به طریق شکستن در به یکی از کاوه‌خانه‌ها که به زن 31 ساله ساکن شهر مذکور تعلق دارد در اومده از آنجا 2 عدد نوشاکی‌های اسپریتی و 4123 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 4367 سامانی را تشکیل می‌دهد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی عریضه زن 42 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که ماه یونیو سال 2022 هنگام در بازار کاروان قرار داشتنش مرد 55 ساله ساکن پایتخت با رای فریب به باوریش در آمده از او 91,000 سامانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا با عریضه مرد 37 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که آخرای ماه اکتبر سال 2022 هنگام در کوچه مایکوفسک شهر دوشنبه قرار داشتنش مرد 50 ساله ساکن نویه رودکی با رای فریب به باوریش در آمده از او $3,000 آمریکایی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.